سلام دوستای گرامی، امیدوارم که سر حال باشید. خدا کنه جور صحتمند باشید. امروز در منطقه کمرک قوم دهقان قرار داریم. یک تورنمنت تحت نام شهدای کمرک برگزار است. این بازی را با گزارش حسن عزایی دنبال کنید تا آخره. عزیز تیم شاهین کمرک مقابل تیم امید کشکک در بازی فاینال تورنمنت شهدای کمرک. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما ورزشکاران، ورزش دوستان مردم جرگه و برجگه بلخص کمرک که امسال جام برگزار کرده و میزبان این مسابقات. خدا کنه که انشالله تیم که لیاقت داره امروز قهرمان شه و بازی رو هم که میبینید بین امید کشکک و شاهین کمرک در حال جریان. نتیجه همچنان 0-0. دقایق بنده تازه رسیدم، فکر کنم دقایق 5-6 باشه، بیشتر از بازی نکردم و نتیجه همچنان 0-0. خب مدیر معروف به مدیر از تیم شاهین کمرک بلند میندازه و نصیب مجید میشه. مجید حرکت میکنه، توپی که مدافع شاهین به بیرون میزنه. بازی قبل از این بازی هم با تیم قرقل چی نام داشت؟ درخشان قرقل و اتحاد سرخیک برگزار شده بوده که ما نبودیم متاسفانه. نتیجه 5-0 به نفع اتحاد سرخیک رقم خورده. خب موقعیت برای یارای شاهین. محمد نصرالله شماره 13 آقای فیاض میرسه و توپو میزنه به اوت. پشت توپ شماره 10 از یاران شاهین قرار گرفته. ببینیم چجوری کار میکنه. برای شماره 5 پاس عالی شماره 5. موقعیت برای یاران شاهین. فیاض رو به عقب برای همتیمی خود شماره 8 مجید. خوش تکنیک داور اوتو به نفع تیم شاهین اعلان کرده. صادق یار خوش تکنیک از شاهین کمرک توپو اوت رو به جریان در میاره و این طرف همتیمیش مستری حسد پشت توپ قرار گرفته. توپو بلند میفرسته و جلیل خوب دفاع میکنه اونجا. جلیل یار خوش تکنیک و خوش اخلاق تیم امید کشکک. باز هم شماره 5 یاران شاهین توپو میزنه، توپش بلوکه میشه و به بیرون میره نصیب مجید. مجید با جلیل. موقعیت برای یاران شاهین و چیزی نمونده بود که گل اولو اونجا رقم بخوره. خب دروازه‌بان امید کشکک بلند میفرسته و درگیری اونجا بین شماره 5 و شماره 1 محمد مجید صورت گرفته. توپو بلند میفرسته برای جلیل. جلیل هوشیار هست و توپو یه تیکه میزنه و به اوت میره. شماره 3 مستری حسد پشت توپ قرار گرفته. ببینیم داور نکته تذکر برای شماره 3 که باید از منطقه که اوت شده باید بازی رو شروع کنه. حسد میزنه، توپ نصیب اشتباه اوت، فکر کنم 4 ثانیه رو رد کرده. اوت نصیب توپی که به اوت میره و نصیب یاران شاهین میشه. شماره 5 خوش تکنیک. موقعیت هست اونجا، توپی که از همه عبور کرد و شماره 10 هم متوجه نشد و توپ به اوت رفت. شماره 8 از
امید کشکک پشت توپ قرار گرفته، با پای چپ بلند میفرسته و موقعیت هست برای امید کشکک. توپی که آروم آروم عرض زمین طی میکنه و به اوت میره، اوت دروازه اعلان میشه از سوی داور. بلند میفرسته و یک تیکه توپ دور میکنه. موقعیت هست برای آقای فیاضی که توپشو میزنه و به اوت میره. همچنان موقعیت هست برای امید کشکک، نزدیک کار میکنه، اشتباه و مدافع هوشیار که توپو میزنه محمد کاظم از شاهین کمرک. موقعیت هست برای امید کشکک، پشت توپ شماره 8 امید کشکک بلند میفرسته و موقعیت برای جلیل، موقعیتی که هدر میره اونجا و گل نمیشه. محمد صادق صاحب توپ این بازیکن، پاس خوشگل برای شماره 10 از یاران شاهین. موقعیت و دخالت فوق العاده خطرناک، توپی که دیرک دروازه به لرزه در آورد اونجا. باز هم موقعیت هست، یاران شاهین کورنر رو باید بزنه، سریع شروع میکنه و داور سوم که بازی رو متوقف کرده اونجا محمد صادق از شاهین کمرک پشت توپ با علی شروع میکنه، شماره 5 مجید یه تیکه توپ میزنه و به بیرون میره. پرتاب اوت برای یاران شاهین، شماره 3 حسد پشت توپ قرار گرفته و چیزی نمونده بود اونجا، واقعا خطرناک. یک لحظه جلیل اشتباه کرد و باز هم کورنر. صادق، پاس خوشگل صادق، موقعیت برای یاران شاهین و توپی که هدر میره و از بالای دروازه به بیرون میره. شماره 1 دروازه‌بان امید کشکک بلند توپو میفرسته برای جلیل. موقعیت هست، جلیل که توپو میزنه و از کنار دروازه به بیرون میره. شماره 7 محمد جلیل، پا به توپ، خوش تکنیک و خیلی بازیکن با اخلاقی اون بازیکن. باز هم موقعیت، جلیل هوشیار هست و توپو هد میزنه و توپی که به اوت میره. بازی اصلا قابل پیش بینی نیست و هر دو تا تیم خیلی سفت و سخت دارن بازی میکنن. هیچ تیمی هم بازی خودشون نمیتونه بکنه، چون موقعیت صادق یه نفر رو جا میذاره، دومی رو میخواد جا بذاره، موفق نیست. جلیل توپ صادق رو میزنه و به اوت میره. موقعیت توپ شماره 6 یاران شاهین رو شماره 13 استاد فیاض میزنه. تذکر داور تو باید سر خط قرار بگیره، بلند میکنه و موقعیت هست برای امید کشکک. استاد فیاض، ضربه نه چندان خوبه استاد فیاض و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. علی، موقعیت هست برای امید کشکک، وای موقعیتی 2-3. ببینیم چه کار میکنه یاران شاهین، اشتباه یاران شاهین و توپی که مجید از امید کشکک میزنه و به اوت میره. باز هم استاد صادق پشت توپ، یک نفر میخواد جا بذاره، موفق نیست. موقعیت، ضربه نه چندان خوبه این بازیکن، توپی که نصیب مجید میشه و موقعیت برای یاران شاهین. سراپاسینه عمل میکنن یاران کشکک و توپی که به اوت میره. خب تعویض دارن. رقم ضربه استثنایی شماره 6 است استاد ملک زاده و تقریبا میشه گفت آتروماتیک بود توی دروازه. توپی که تور رو به لرزه در میاره. نتیجه 1-0 به نفع شاهین کمرک. متاسفانه تصویر آهسته نداریم که ما دوباره نشون بدیم. جلیل، ضربه جلیل که اگر 3 تا دروازه رو هم میذاشتیم گل نمیشد این توپ. باز هم مدیر از یاران شاهین، موقعیت و اشتباه
خب خطا اعلان میشه، گویا شارت کرده جلیل رو شماره 6. علی میره و توپ میاره به امید که کورنر باشه، منتها توپی که نصیب دروازه‌بان هست و ببینیم که این بازی چه نتیجه میگیره. نتیجه 1-0 یاران شاهین. شماره 8 از امید کشکک پشت توپ قرار میگیره، بلند میفرسته و توپی که از بالای دروازه و بیرون میره. داور این مسابقه محمد جواد داوری رو به عهده دارد و کمک داورم. خب باز هم اونجا توپی که به دست دروازه‌بان برخورد میکنه و به کورنر میره. پشت توپ یاران شاهین. اسد، ضربه اسد و توپی که باز هم نصیب صادق. ببینیم صادق چه کار میکنه. خدا نکنه که موتور گلزنی صادق شروع بشه. موقعیت و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. صادق پاس خیلی خوشگلی داد، استفاده نتونست. شماره 5 علی بلند میفرسته، موقعیت هست، اسد توپو بر میگردانه. باز هم صادق از یاران شاهین کمرک، یک نفر مقابلش مجید هست. ببینیم چجوری کار میکنه. صادق، مجید مقابلش، ضربه صادق و طاهر با شماره 5 هوشیار هست و توپو میزنه و به کورنر میره. باز هم علی پشت توپ قرار میگیره از یاران شاهین. رو به عقب برای حسد، ضربه خطرناک زوزه کشان حسد. استاد حسد ضربه رو میزنه و از بالای دروازه به بیرون میره. باز هم موقعیت برای امید کشکک، فکر کنم خطا توسط حسد. تعداد خطا فکر کنم 3 شده یا 2، 3 تا خطا از یاران شاهین. جواد نقطه خطا را نشون میده و تذکر لازم هم به بازیکن شاهین میده. شماره 8 از امید کشکک پشت توپ قرار گرفته. ضربه نه چندان خوبه این بازیکن و توپی که به اوت میره. اون طرف باز هم شماره 8 محمود توپو میفرسته، موقعیت هست، حسد توپو میزنه و توپی که به اوت میره. موقعیت هست برای امید کشکک. مجید پشت توپ قرار گرفته، توپی که نصیب یاران شاهین میشه. یاران شاهین ضربه نه چندان خوب شماره 6 و از کنار دروازه به بیرون میره. سریع شروع میکنه با جلیل. محمد جلیل یک نفر رو جا میذاره. تومی رو میخواد، ضربه خطرناک جلیل از بالای دروازه به بیرون میره. نتیجه همچنان 1-0 به نفع شاهین کمرک. مدیر بلند میفرسته اونجا، دروازه‌بان توپش رو میزنه و به اوت میره. باز هم صادق از یاران شاهین پشت توپ قرار گرفته. این بازیکن رو به عقب برای حسد. حسدی که توپو میزنه و بلوکه میشه و به اوت میره. تعویض هم صورت گرفته برای امید کشکک. اشتباه این بازیکن. موقعیت هست و حسد اونجا توپ رو میزنه و به اوت میره. محمد حسد باز هم موقعیت بود برای یاران شاهین و توپی که از کنار دروازه یاران شاهین بیرون رفت. باز هم مدیر دروازه‌بان تیم شاهین بلند میفرسته و توپی که از این طرف به اوت میره. شماره 1 دروازه‌بان امید کشکک بلند میفرسته برای مجید و حسد توپ رو دفاع میکنه. توپی که به اوت میره.
علی جان بازی رو سریع شروع میکنه با مجید توپی که بدون هدف میزنه و توپی که عرض زمین رو طی میکنه و به اوت میره. اسد باید بازی رو شروع بکنه. مستری اسد با شماره 3 از یاران شاهین توپ رو میفرسته و توپی که نصیب جلیل میشه. ببینیم جلیل چه کار میکنه. توپی که برای طاهر میکاره. طاهر پاس برای جلیل. ضربه خطرناک جلیل از کنار دروازه به بیرون میره. شوت خیلی خطرناک جلیل. مدیر توپو بلند میفرسته و توپی که مشت میکنه دروازه‌بان امید کشکک. پاس خوشگله طاهر رو به عقب برای علی جان با طاهر همکاری خوبی دارن. اشتباه بازیکن‌ها. توپی که نصیب صادق میشه و فیاض مداخله میکنه و نمیذاره که به راحتی کار کنه. صادق شماره 4 از شاهین پشت توپ قرار گرفته. ضربه نه چندان خوب این بازیکن و حسدی که خیلی سفت و سخت بازی میکنه. این بازیکن با چنگ و دندون داره دفاع میکنه. موقعیت برای جلیل. توپی که از آن دروازه‌بان شاهینه. مدیر دروازه‌بان خیلی خوب و عالی هست این دروازه‌بان. توپی که از اون طرف به اوت میره. بازی سریع. موقعیتی که جلیل از دست داد. باز هم موقعیت برای یاران شاهین. امید کشکک صاحب توپ هست. پاس خوشگل این دوتا بازیکن. محمد طاهر پا به توپ این بازیکن. پاس نه چندان خوب و توپی که به اوت میره از پای استاد فیاض. موقعیت اشتباه فیاض. پاس رو بقیه برای طاهر اشتباه میکنه. توپ نصیب یاران شاهین میشه و ببینیم اونجا خطا رقم خورده از سوی طاهر از امید کشکک. قفل میکنه پاهای صادق رو. پشت توپ صادق قرار گرفته. ببینیم چجوری از این ضربه کاشته استفاده میکنه و کارت زرد جواد محمدی برای محمد طاهر شماره 5. موقعیت هست. صادق پشت توپ قرار گرفته. ضربه رو خود صادق میزنه. موقعیت شوت زوزه کشان مستری حسد از کنار دروازه به بیرون میره. بازی را سریع شروع میکنن. ضربه سر طاهر از کنار دروازه به بیرون میره. سریع شروع میکنه. توپی که از آن طاهر هست. پاس برای فیاض ضربه نامشخص استاد فیاض که از کنار دروازه به بیرون میره. مدیر دروازه‌بان شاهین توپ رو میفرسته و از بیخ دروازه همتای خودش به بیرون میره. موقعیت هست. موقعیتی که چیزی نمونده بود که گل رقم بخوره. باز هم سریع بازی رو شروع میکنه و توپی که از سمت چپ ورزشگاه و بیرون میره. شوت پایان نیمه اول توسط جواد محمدی. نتیجه 1-0 به نفع یاران شاهین. ببینیم نیمه دوم نیمه مربیا هست. در نیمه دوم چه تدارکات را دوستای عزیز در بین دو نیمه قرار داریم. تشکر از حسن رضایی با گزارش جالب و شنیدنی و دیدنیشی. منتظر نیمه دوم هستیم که نیمه دوم با چه هیجان پیش میره دیگه. ها
کنم صدای ما رو نداشتیم متاسفانه. موقعیت هست برای امید کشکک. توپی که اوت می شود. محمود از امید کشکک بازی رو سریع شروع میکنه و توپی که از اون طرف زمین نصیب امید کشکک. موقعیت هست و توپی که هدر میره اونجا و نصیب شاهین کمرک میشه. شماره 10 از شاهین کمرک بازی رو سریع شروع میکنه و باز هم توپ عرض زمین رو طی میکنه و به اوت میره. محمود از امید کشکک پشت توپ قرار گرفته. بلند توپ رو ارسال میکنه و مجید استاد اسد توپ رو سراپا سینه میزنه و به اوت میره. موقعیت هست برای امید کشکک. شماره 8 محمود پشت توپ قرار گرفته. چند قدم جلوتر باید تکرار بشه. اوت. باز هم محمود پشت توپ قرار گرفته. با شماره 8 از امید کشکک شروع میکنه و ضربه سر یاران کشکک که باز هم مداخله دروازه‌بان شاهین کمرک تو به اوت میره. محمد طاهر با شماره 5 ارسالی نه چندان خوب این بازیکن. توپی که به اوت میره. خب تشکر میکنیم از مسئولینی که این تورنمنت رو برگزار کردن، چون 100% برای فوتبال جرگه و برجگه خیلی خوبه و پیشرفت خیلی خوبی داشته در این سالها. موقعیت هست برای یاران شاهین و توپ صادق رو میزنه و به اوت میره. خود صادق با شماره 9 پشت توپ قرار رو به عقب برای استاد اسد. ضربه ناامید کننده اسد. توپی که به اوت میره. باز هم دروازه‌بان امید کشکک بلند میفرسته و محمد صادق توپ رو قشنگ دفاع میکنه. موقعیت هست برای شاهین کمرک و دفاع شماره 8 محمود. توپی که به اوت میره. نتیجه همچنان 1-0 به نفع یاران شاهین. اسد مستری حسد توپ رو میزنه و از کنار دروازه امید کشکک به بیرون میره. بازیکن فوق العاده خشن و خطرناک شاهین کمرک. توپی که نصیب دروازه‌بان امید کشکک شده بلند توپ رو میفرسته و باز هم اسد فوق العاده خطرناک و با سرعت بالا به سمت توپ حرکت میکنه و توپی که داور دوم خطا میگیره و خطا روی حسد. خب تماشاگرها به وجه اومدن و از این جور بازی کردن دوتا تیم ضربه خطرناک شماره 4 از شاهین کمرک و از کنار دروازه به بیرون میره. بازی رو باید دروازه‌بان امید کشکک شروع بکنن. نتیجه همچنان 1-0. توپ رو بلند میفرسته و توپی که نصیب صادق میشه. شماره 5 علی از شاهین کمرک. برخورد توپ با دست علی و داور هوشیار هست و اونجا هند بازیکن رو میگیره. شماره 8 محمود از امید کشکک بلند میفرسته و صادق که خوب دفاع میکنه. توپی که به اوت میره. باز هم محمود با شماره 8 باید بازی رو شروع بکنه از سمت راست ورزشگاه. بلند توپ رو میفرسته و باز هم صادق توپ رو برمیگردونه. موقعیت هست برای یاران شاهین. دوب تک توپی که باز هم رو به عقب. حسد ضربه
خیلی بالای مستری حسد و توپی که به اوت میره. ضربه خطرناک جلیل دروازه‌بان توپ رو خیلی راحت دفع میکنه و اون طرف که شماره 4 موفق نیست توپ رو بگیره و توپی که به اوت میره. دروازه‌بان امید کشکک باید بازی رو شروع بکنه. بلند میفرسته برای جلیل. استاد صادق توپ صادق رو خود صادق اشتباه میکنه و توپی که به اوت میره. باز هم مجید پشت توپ قرار گرفته. موقعیت هست، موقعیتی که ضربه که به پشت شماره 5 امید کشکک برخورد میکنه و این طرف توپ خیلی سریع میرسه. زمین تقریبا کوچیک هست. بازم دروازه‌بان این تیم اشتباه دروازه‌بان. استوب نه چندان خوب شماره 4 یاران شاهین. توپی که نصیب محمود میشه. محمد محمود، پاس محمود، اوت از آن یاران شاهین. اسد با شماره 3 با موهای بلند فوق‌العاده قدرت بدنی بالایی داره این بازیکن. پشت توپ قرار میگیره و بلند سانتر میکنه و جلیل پاس نه چندان خوب مجید. صادق تک و تک داشت میشد با دروازه‌بان که محمود خیلی خوب دفاع کرد و همیشه این صادق یکی دو نفر عددی نیست براش و اونجا تونست که ضربه خطرناک، ضربه سر 5 شاهین کمرک. توپی که نصیب طاهر میشه با دخالت شماره 5 شاهین کمرک به اوت میره و اون طرف باید بازی رو شروع بکنه محمود با شماره 8 شروع میکنه و دفاع خیلی خوب شماره 5 شاهین کمرک. مجید پشت توپ قرار گرفته و بازی رو سریع شروع میکنه و توپی که نصیب طاهر میشه. محمد طاهر یک نفر رو به خوشگلی جا میذاره. پاس نه چندان خوب طاهر. محمد صادق پاس خوشگل صادق. ضربه نه چندان خوب علی و کت محمود بسته بود و این توپا هم نمیشه. توپی که از آن یاران شاهین هست و توپ از سمت راست دروازه امید کشکک شروع میشه و موقعیت هست برای امید کشکک. محمود، ببینیم محمود چی کار میکنه. توپ محمود لو میره. اشتباه یاران شاهین. پاس خوشگل این بازیکن. موقعیت برای جلیل. اشتباه جلیل. ببینیم جلیل چی کار میکنه. صادق مقابل داره. محمد صادق پاس خوشگل صادق. موقعیت برای مجید. مجید دیگه خیلی زیاد کار میکنه با توپ و توپی که میرسه به حسد. موقعیت بود. شوت نه چندان خوبه محمود از کنار دروازه شاهین کمرک توپ به بیرون میره و مدیر دروازه‌بان شاهین کمرک باید بازی رو شروع بکنه. بلند توپو میفرسته و توپی که این طرف از بغل دروازه همتای خودش و بیرون میره. باز هم سریع، بازی سریع از این تیم. توپی که نصیب یاران شاهین میشه. محمد صادق توپی که به پای صادق برخورد کنه به اوت میره. بازی سریع و فاصله رو باید مراعات بکنن. داور هم به سود خودش میدم و باید دوباره تکرار بشه. اوت از سوی 13 سریع شروع میکنه. موقعیت هست برای جلیل. محمد جلیل. ضربه خطرناک جلیل که صادق توپ رو میگیره و استاد فیاض. صادق یکی دو نفر رو جا میذاره و طاهر به موقع میرسه و فداکاری میکنه و اونجا توپی که به اوت میره. موقعیت هست برای شماره 4 از یاران شاهین. یک نفر رو جا میذاره. موقعیت هست و موقعیتی که توپ نصیب
دروازه‌بان میشه خطا از سوی خطای واقعا میتونیم بگیم خیلی خطای خوبی گرفت. اگر میرفت 100% گل میشد. موقعیت هست، صادق پشت توپ قرار ببین. صادق برای کی میکاره؟ صادق خودش میزنه و برای مستری حسد میده. شماره 9 پشت توپ قرار گرفته، پاس خوشگل، موقعیت دروازه خالی و شماره 5 حسرت میخوره که نتونست این توپ رو تبدیل به گل بکنه. بازیکن جلیل، اشتباه جلیل، خود جلیل جبران میکنه و با قلدوری توپ را میاد میگیره و موقعیت برای استاد فیاض ضربه خطرناک 13 با استاد فیاض و از کنار دروازه یاران شاهین به بیرون رفت این توپ. باز هم فیاض با قلدوری توپ را میزنه و راهی اوت میشه. نتیجه همچنان 1-0. خب بازی فوتسال پیش بینی نمیشه، هر آن احتمال گل میره، یک گل نمیشه گفت پا برجاست. بازی سریع، توپی که نصیب صادق میشه، صادقی که فیاض مقابلشه، فیاض هم هوشیار، مداخله فیاض، باز هم استاد صادق، پاس خوشگل و طاهر، پاس خوشگل طاهر، موقعیت بود اونجا، مدیر از دروازه بیرون میاد و توپ رو میزنه و نعیم از سرگلبینه توپ را میگیره و با دروازه‌بان کار میکنه. توپی که باز هم نصیب صادق از یاران شاهین هست. جلیل پا به توپ باش میده و هوشیار هست جلیل و توپ صادق رو میزنه. محمد جلیل با شماره 7 اعتراض هم داره ولی داور به تصمیم خودش محکم هست و باز هم محمد طاهر با شماره 5. محمد طاهر در عرض زمین، توپی که به اوت میره و نصیب امید کشکک هست. مجید با شماره 1 پشت توپ قرار گرفته این بازیکن، پاس خوشگل و موقعیت هست. طاهر ضربه که به آسمان میکوبه محمد طاهر. باز هم مدیر بلند بازی رو شروع میکنه. جلیل توپش رو میزنه و خطا از شماره 6 و روی جلیل. تعداد خطا فکر کنم 3-3 از اونجا. جلیل توپ را میکاره، دورخیزی میکنه، ضربه جلیل از بالای دروازه به بیرون میره. نتیجه 1-0 به نفع شاهین کمرک. بلند بازی را شروع میکنه یاران دروازه‌بان شاهین. نزدیک کار میکنه با استاد فیاضی که ضربه رو میزنه و نصیب دروازه‌بان شاهین کمرک میشه. توپ بخیه وایی شده. خب هر دو تا تیم بازی خودشان نیست و موقعیت هست. ضربه خطرناک، طاهر دیرک دروازه به لرزه در میاد اونجا، خیلی خطرناک. محمد طاهر ضربه رو میزنه و مداخله معنوی به نشانه اعتراض کادر فنی امید کشکک به نشانه که توپ از خط دروازه عبور کرده ولی داور مصمم هست و اجازه نمیده که نتیجه همچنان 1-0 است. استاد فیاض ضربه ناامید کننده استاد فیاض و توپی که از بغل دروازه و بیرون میره.
خیلی خطرناک ضربه محمد طاهر از امید کشکک، زیرک دروازه رو به لرزه در آورد. یه لحظه کادر فنی امید کشکک احساسات خطا اونجا یه لحظه شارت که شماره 7 جلیل رو داور متوجه نشد و توپی که به اوت میره و نصیب امید کشکک هست. توپی که اوت دروازه هست و باید دروازه‌بان امید کشکک بازی رو شروع سریع. اسد اونجا دفاع میکنه، باز هم طاهر، ضربه سر محمد طاهر، توپی که به اوت میره و توپ از آن امید کشکک هست. موقعیت برای طاهر، محمد طاهر صادق رو خوب جا گذاشت یه لحظه اونجا. باز هم طاهر پشت توپ قرار با مجید کار میکنه، مجیدی که به توپ نمیرسه. موقعیت هست و خطا توسط استاد فریاض با شماره 13 روی یاران شاهین. خب حمدی نمیشه گفت این خطا رو و کارد نداشت. استاد حسد پشت توپ قرار میگیره، میره و شماره 3 ضربه رو بزنه، ضربه رو میزنه، موفق نیست. موقعیت برای طاهر که توپ رو جایی میفرسته که خودش به توپ نمیرسه. خدا کنه یگان دان سواری باشه. ولی ما در فوتبال زنگ اسد بازی رو شروع میکنه. موقعیت برای طاهر، محمد طاهر رو به عقب برای جلیل، اشتباهی جلیل. موقعیت هست و خود جلیل اونجا جان فدایی میکنه و میره مداخله میکنه و نمیذاره بازی رو خوب شروع بکنن. موقعیت هست برای یاران شاهین، توپی که به یاران شاهین برخورد میکنه و راهی اوت میشه. محمد مجید از امید کشکک پشت توپ قرار میگیره، سریع شروع میکنه اونجا، توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. وقت بازی هم چیزی نمونده ولی نتیجه 1-0 است و قابل پیش بینی نیست که چه اتفاق پیش میاد. مدیر توپ رو به کورنر میفرسته و باز هم طاهر با شماره 5 باید بازی رو شروع بکنه. محمد طاهر شروع میکنه و باز هم دخالت دروازه‌بان، توپی که باز هم به کورنر میره، و فشار رو حفظ کردن امید کشکک روی شاهین. محمد مجید با شماره 1 بازی رو سریع شروع میکنه. موقعیت، توپی که نصیب مدیر میشه و سریع شروع میکنه اونجا، توپی که از بغل دروازه همتای خودش با بیرون میره و وقت بازی تمام میشه و نتیجه 1-0 فینال این دوره از مسابقات. تبریک میگیم خدمت شاهین کمرک قهرمانی این دوره از مسابقات رو و تشکر میکنیم از آقای رضایی که ویدیو این دوره از مسابقات رو فینالش رو گرفته و خدمت شما انشالله ارائه میده. ساعت 7 شب میبینید از چینل یوتیوب نبض عاقل. تشکر آقای رضایی، دیگه زنده بشید. تشکر، خیلی لطف کردی آقای رضایی با یک گزارشی جذاب هیجان آور. خوب
آقای رضایی درود. سلام. خوبی؟ آقای وفا جان بسیار بخیر مسئولیت سلامت تشکر. سلامتی. خیر ببینید. تشکر از شما. میتونی کمی احساسات از این مردم انعکاس بدید در مورد قومای دیگه که در این صحنه حضور نداره. آره بسیار تشکر از شما آقای وفا. تبریک باشه قهرمانی. تبریک باشه تبریک باشه. تبریک باشه قهرمانی. مدیر میگه آقای فیاض نایب قهرمانی تبریک باشه. نظم رعایت کده بچه. دوستای گرامی همونطور که مشاهده مونید دیگه آمادگی برای اهدای جوایز صورت میگیره و همونطور که مشاهده کردید شاهین کمرک 1-0 جام را از آن خود کرد و امید کشکک هم نایب قهرمان شد. تیم اتحاد سرخ 1-3 شد و درخشان قرقل هم در مقام 4 قرار گرفت. آقای فیاض تلاش زیاد کردین اما متاسفانه 1-0 بازی رو واگذار شد. نظر شما چی بود؟ تشکر رضای عزیز. بازی خوبی بود. هدف از اشتراک تیم ما در این برنامه ورزشی است که ورزش نهاد نشود در جامعه ما و شما و یک راه مطمئن به طرف سلامتی است که ما میتونیم از این طریق بدن خود از لحاظ جسمی و ذهن خود از لحاظ روانی آماده بسازیم. بازی خیلی خوب بود. خوشحال هستیم که ما به قهرمانی رسید. تلاش بسیار زیاد کردیم. مخصوصا نیمه دوم حملات زیاد سر دروازه حریف داشتیم، متاسفانه نشد. بازم بازی خیلی خوب بود، عالی بود. بله تشکر. و نظر شما در مورد برگزاری چنین تورنمنت ها چی؟ یک نظر عالی است. همچنین برنامه باید راندازی شد از جانب شما.
مهمی نیست که در ساحه جرغای باشه یا پرتگای باشه یا بیسود باشه، حتی پراولایتی باشه خیلی خوب است، چون ما از طرف با ورزش یک ارزش قائل هستیم که باید نهادی نشد در جامعه ما و شما و آشنایی در بین تیم هایی که در تورنمنت ها شرکت کنند بسیار عالی است، زمینه سازیش و بسیار عالی است. ما استقبال می‌کنیم از همچون برنامه‌های ورزشی. بله، تشکر از شما آقای فیاض، یک تن از بازیکن‌های موفق تیم نایب قهرمان تیم امید کشکک. و در آخر هم آقای فیاض یک پیام خود برای جوانان بگو. تشکر، زنده باشید رضای عزیز، جوانای ورزش دوست و فوتسال دوست. پیام ما با جوانای ورزش دوست همی است که در همچین برنامه‌های بسیار به شکل پرشور اشتراک کنید، همیشه فعال باشید. ما میتونیم که جامعه خود از این طریق پویا نگه داریم. و تشکر از شما رضای عزیز که همچین موضوعات‌های ورزشی را در فضای مجازی نشر می‌کنید. شما تشکر باشید. تشکر از شما. ببخشید وقت شما رو نگیرم، برنامه اهدای جوایز است که وقت شما نگیرم. فقط آقای ملک زاده از نظر شما بازی چطور بود؟ عرض احترام و سلام خدمت همه. از نظر ما بازی تا حد را خوب بود، تا حد را که کمیته ورزشی و برگزار کننده توان داشتن از داورای بسیار فوق العاده و با استعداد استفاده کردن در این مسئله. و ما کوشش کردیم که به وجه احسن این بازی و این رقابت مثبت به اتمام برسه. بله، تشکر از شما. شما به عنوان زننده تک گل این مسابقه چه حس دارید؟ معمولا گل زدن و این که ما میتونیم در یک رقابت سالم برنده شویم واقعا که یک حس خوبی داره. و این برندگی را صرف ما برای خود نمیدانم، این برندگی از کل جواناست. ما پیام ما برای جوانایی است که انشالله شما در اشتراک در رقابت‌های ورزشی هدف اصلی شما همدلی، همگرایی و یک رقابت‌های مثبت باشه. یک گل برای شخص من خیلی مهم نیست، ولی یک گلی که با وجه مثبت و با وجه رقابت سالم و ثمر برسه این واقعا جای خوشحالی است. بله، تشکر. در آخر یک کتاب پیامتون هم برای جوانای ورزش دوست و فوتسال دوست پیام من برای تمام جوانا و خصوصا جوانای محترم و با عزت قوم دهقان جرغی و برجگی ای است که ما و شما دائما در قسمت‌های ورزشی و فرهنگی با هم همکار بودیم و یک رقابت‌های خوبی ورزشی را ما و شما سالهای زیاد میشه که به وجود آوردیم. یک دستاورد بسیار عزیز است. پیام ما برای شما است که دوستان عزیز، ورزش را، کارهای فرهنگی را، مسائل مثبت را سررشته زندگیتان قرار بدید. ما میتونیم با رقابت‌های ورزشی، با رقابت‌های سالم یک جامعه خوب، یک جامعه مثبت، یک جوانی که او دور از ابتذال و سرگرمی های منفی باشه و یک جامعه یک جوانای فوق العاده و یک جوانای فرهنگی و یک جوانایی که با ظرفیت و با استعداد باشه و ما یک فرهنگ رواداری را در جامعه پیاده بکنیم بین جوانان خود با رقابت های سالم و با توانمندی های سالم بتانیم ما باعث همدلی، معرفت های بیشتر بین جوانان و جامعه شد. تشکر از پیام خوب سازنده شما. وقت شما رو نگیرم، برنامه اهدای جوایز است. آقای ملک زاده بود زننده تک گل این مسابقات. تشکر از شما بیننده عزیز. لایک سابسکرایب از یادتان نره، حتما لایک سابسکرایب کنید. تشکر از شما. محمد رضا وزیری تقدیرنامه‌اش توسط حسین علی کربلای قدرت. همکار جان محمد جان علیزاده عامل مکتب تشریف دارن. خب از استاد حسینی تقاضامندیم جایزهشان را بگیرن توسط خلیفه حبیب. بهترین تیم خوش اخلاقی که در میان از جام و این برنامه ورزشی در نظر گرفته شده است نوجوانان کمره
یک لوح تقدیر مربیش تشریف آورده و لوح تقدیرش توسط استاد رضا نظری تشریف دارن. تیم چهارم لوح تقدیر توسط مدیر سلطانی مدیر مکتب متوسطه گهواره قل داده می شود. مربیش تشریف آورده. تیم چهار از مربی تیم سوم در اینجا تشریف آورده لوح تقدیر توسط واحد کربلایی یزدانی و همچنان بازیکنان مدال داده می شود توسط جواد محسنی تشریف دارند و بازیکنان هم تشریف دارند. اول مربی بازیکنان اینی تشریف میره. بازیکنان مربی تیم دوم تشریف دارن. مدال توسط استاد رضا صمیمی از استادای لیسه خصوصی قدیر تشریف دارن. استاد صمیمی استاد صمیمی لباس توسط استاد علیزاده از لیسه استاد علیزاده از لیسه قدیر. تیم قهرمان و تیم اول لوح تقدیر برای مربی داده می شود توسط دکتر محمد محمدی توسط مدیر سید حمیدالله امیری داده می شود. مدال توسط جان توسط استاد حجت الاسلام و الاسلامی استاد یزدانی مدیر مدرسه محمدی تشریف آورده و هم با دعای خیرشون مجلس را خاتمه داد. آقای مبارک ستاره تشریف مربی